مکاری دودکا راهب اوکراینی در کلیسای یونانی کاتولیکی شغل وزنبرداری و بدنسازی دارد. با مربیش پاول زینکو در این تالار نه چندان کلان تمرین می کند. تالار هم در نزدیک کلیسا است. من هر هفته به نزد او می آیم. چند سال است که به این کار مشغولم. تنها برای تمرین نیست. به من اینجا پسند است. تمرین‌هایش نتیجه دادند. دودکا قهرمان اوکراین اوید به پاور لیفتینگ شد. میگوید آموزش فعالیت ورزشی با راهبی آسان نیست. بعضاً بسیار مشکل است، زیرا در ترکیب خوراک باید پروتئین یا سفیده نباشد، مخصوصاً وقتی روزه 2 ماه پیش است. ایدیفوسا ما تماما گوشت نمیخوریم، ماهی هم بسیار کم میخوریم. مشغولیت دیگری دودکا جمع‌آوری پول برای خرید لوازمات به نظامیان اوکراین است. در یک معرکه خیریه در یک روز قریب $2600 جمع آورده است. ماه اپریل پس از پیروزی در سبقت جام اسپارتا در اوکراین و مقصد گذاشت که 5 برابر پول بیشتر جمع آورد. راستی من در 2 روز قریب $12,000 جمع آوردم. بعد مسابقه مردم زیادی مرا تبریک گفتند و نوشتند، ولی من از مردم خواستم که به جای این به نیروهای مسلح اوکراین خیر کنند. با گفته دودکا وی توانست در 4 ماه از اوکراینی‌های سراسر دنیا $225,000 جمع آورد. من با خانم اولیا در عبادتگاه هستیم. درود بر عیسی مسیح، شرف بر اوکراین. با کمک و همکاری راهب دودکا سازمان خیریه بالهای پیروزی توانست 350 پهپاد یا درون خریده به جبهه فرستد. نظامیان اوکراینی از کمک‌های یک راهب در حیرت ماندند. وقتی من این پهپادها را گرفتم به سربازان گفتم که این کمک راهب مکره است. بچه‌ها حیران شدند که چطور یک نفر میتواند چنین کمکی کلان رساند. دودکا حالا نیت دارد معرکه 10 خیریه خود را برای قواهای مسلح اوکراین آغاز نماید.